ما در حدود 35 سال میشه که در امام صاحب در شغل همین رستورانداری داریم و این رستوران هم تازه فعال کردیم چون در ولایت امام صاحب نیاز مبرم بود که یک رستوران مدرن و مفشن ساخته شود و امام صاحب یک ولسوالی باستانی و تاریخی است که گردشگرای خارجی و داخلی جا همیشه حضور پیدا میکنند. هدف ما خدمت به مردم است و رستوران ما ماشاءالله مقبول و مفشن است، به خدمت شما قرار دارند. ما همیشه یک برادری یک هتل ساخته خیلی خوش شدیم. یک برادری که برادر کندوز میاد، کابل میاد، مزار میاد، بعد اینجا پذیرایی شود و خاطری خوش میبره. مسافر چی میبره در یک شهر دیگه شهر میاد نام نیک میبره. بعد دیگه برادرای ما کوشش بکنه شهر ما آباد شود و هم بعدم تو هتل دور شود. در ما میست که یک غریب برای اینجا پردیش میشه، یک آشپزیش میاد برادر پردیش میشه، کبابی میشه، دیگه شاگردی برادر هتل میشه، 5 نفری برادر غریب برای اینجا پردیش میشه که این برادر کار برش پیدا میشه. که خب کاری بسیار نیک، کاری خوب است. بیکاری چی جور میشه؟